زندگی این عالم در میان دو عدم معنا میگیره. عالم پس از مرگ همان عالم پیش از تولد است و انسان در میان این دو عدم فرصت زیستن دارد. زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند. و همه این سخنان از سر مرگ آگاهی است و راستش لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی‌داند. این لذتی نیست که به هر کس عطا کنند. تنگ نظری است اگر به مقتضای تفکر رایج به این سخنان پشت کنیم و بگوییم تا کجا از مرگ میگویی، کمی هم در وصف زندگی بسراییم. دل بستن در دنیا دل بستره در فراست و مرگ بر ما سایه افکنده است. این علی است که چنین می‌فرماید: همون که راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسد. سخنان او سروده‌های شاد مفرح در وصف زندگی است. گمگشته نشان حبیب عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد. ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. من محسن خیامی از مخابرات گردان 408 تلبم هست. این جانب حسین میرزایی اعزامی از کرمان پیک گردان 408. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.